شکست بخشی از فرایند موفقیته. اگر میخوای نوآوری کنی، باید آماده شکست خوردن باشی. کسی که ریسک نمیکنه، رشد نمیکنه. مشتری‌ها همیشه ناراضی‌اند. این عالیه، چون به تو میگه چطور بهتر بشی. بازار هیچ وقت اشتباه نمیکنه. روی چیزهایی تمرکز کن که تغییر نمیکنن. قیمت مناسب، کیفیت بالا و اعتماد. 3 چیزی که جواب میدن. به جای رقابت، روی خلق ارزش تمرکز کن. اگر بهترین باشی، رقبا خود به خود حذف میشن. هر تصمیم رو نه بر اساس امروز، بلکه بر اساس 10 سال آینده بگیر. آدم‌های بزرگ آینده نگرن، نه روزمره‌زن. زندگی خیلی کوتاهه برای اینکه کارهای کوچیک انجام بدی. اگر قراره بسازی، بزرگ بساز. سخت‌ترین بخش موفقیت نگه داشتن اشتیاقه، نه شروع کردن. شروع آسونه، ادامه دادن قهرمان میسازه. اگر میخوای انتقاد نشی، هیچ کاری نکن. هر موفقیتی دشمن‌هایی میسازه که کاملا طبیعیه. به جای اینکه از شکست بترسی، از فرصتایی که به خاطر ترس از دست میدی بترس. زندگیت رو طوری بساز که آخر عمرت کمترین حسرت رو داشته باشی.